دو کشور تالاب‌های خودشون رو خشک کردن برای استخراج نفت. چگونه میتونن یک کشور بالادست رو متهم بکنن به اینکه اون تامین آب نکرده و امروز انگشت اتهام رو ببرن سمت اون و بگن که تو باید تامین آب بکنی؟ چگونه میشه تضمین کرد اگر آبی از بالادست رها بشه حتما این میرسه به پایاب، میرسه به اون تالاب. In the developing countries like Iraq, usually the policymakers like to blame climate change when it comes to any water and environmental related issue. It's so easy for them to just run away from the responsibility and cover up their failure. ما از سمت ایران 1.4 میلیارد متر مکعب حقابه تعیین کردیم برای هور. از سمت عراق اشاره کردید که یه حقابه باید به هور برسه. میخوام ببینم شما خودتون دانشمندای عراقی چه حقابه‌ای رو برای تداوم تاب‌آوری هورالحویزه تعیین کردید و حالا از اون حقابه‌ای که تعیین کردید چقدرش داره به هور میرسه؟ 70 متر مكعب بالثانية. 70 متر مکعب در ثانیه حقابه تخصیص یافته به تالاب هست از سمت که میشه چقدر در سال؟ 2 وربع. 2.4 میلیون. 2.4 خوب. ما حساب کرده بودیم 2.5 میلیارد. يقول احنا نفس العدد كنا محسبينه.